هم کسالی بالا از تلویزیون شنیدگیم هر روز همون رکلام میکنن لیکن نمیدونم باید خیلی کسالی باشه معناش نمیدونم خیلی گذرنده باشد البته تاثیر میکنه چون که خلق ما بسیار مهاجرت با مهاجرت میرن کار کنی میرن بسیاریشون توریستیچی چیز قط میرن حتمی میگذرد و گذرنده باشد حتمی میگذرد نمیتوند نه چون که دیگر مملکت مبارزه کردن نمیتوند تاجیکستان تماما کردن نمیتوند چه خیلی کسالی باشه چه خیلی دوره هیچ کسی نمیدونه یک نمود کسالی و بمانند هست که پیشگیریش خیلی دشوار و بسیار وقت وابسته است از آن که درجه دانش سلیطه‌ای مردم به کدام درجه است برای اینکه این کسالی اساساً با راه پیشگیری نکردن سلیطه‌ای میگذرد دست نگیشون و توزگیری نمیکنه خیلی درجه طب تاجیکستان خیلی پیش رفته است لیکن از آن سبب که کسالی خیلی کسالی تیز گذرانده است و قیمتش به اون میرساند که در تاجیکستان پخش شود برای همین خدا نکرده چیکار گفتید نبیاد این بیماری تبابت نشونده است اما نیست بیماریه که زیدیون دکترها و عالمان دارو یا که استعمالی و طرز درست شوی این بیماری را نیافته باشند. در فکر شما امکانی مثلا آمدن همین ویروس به تاجیکستان هم وجود دارد؟ با فکر من نه. زیرا این بیماری در دولت آفریقا پیدا شده است و از آفریقا به اروپا وای رفته است اما تو تاجیکستان وای آمدنش یک 10 سال است تا 10 سال این بیماری رو وای علم‌های خارجه طرز دواش تا وقت وای می‌یابند. نظر به این نسبت به دیگر دولت‌های ابرقدرت البته شرایط ما خیلی سطح زندگی سطح خدمت رسانی البته نظر به آنها پست میباشد بازم هوشیاری را باید پیشه خود کنند که یاردمی اولین درجه را به بیماری های رساندن توانند. کسالی بالا در آفریقا پیدا شده است و اولی سیبرکش پیدا کردگی نیست همین کسالی میتونه در تاجیکستان هم باید طرف چی کنند شود